خب بسم الله الرحمن الرحیم متوجه باشین. همون یوزرنیمه که به نام ایشی جور کرده بودیم، به نام قبلا در فیسبوک کار کرده بودیم. نه فیسبوک درس باقیش میخوانیم لیکن به نام دیگه، به خاطر که او یک چیز کم ریکارد ما بند کم شد. قبلا هم یک جیمیل جور کرده بودیم به نام چی، جیمیل باز میکنیم به نام رامز هاشمی بود. همون رو میبینیم که جور شده آیدیش یا نه. بعدا فیسبوک جور میکنیم از سر، به خاطر که او ریکارد خط و وصلش زیاد. در خود gmail.com میریم، این بار در کدام قسمتش ساین این، به خاطر که یوزر اکانت ما شما داریم. خب ایره چی میگیم؟ ساین این with different account. ایره میگیم اکانت دیگه ما که جور شده بود به نام چی بود؟ رامز. دو قسمت آن میشیم. add another account به نام چی است؟ رامز هاشمی. رامز هاشمی نبود، هم دیگه یک دادیم نشد باز. خب پاسوردش هم خدایاتان است که باید چی داده بود. فون نمبر خدا داده بودیم دیگه، باز ایره میگیم دن. یا میره بک بگوین، پیست بک هم که بگوین میشه پس ساین این شوید. پس ساین این بگوین ساین این میشه. باز هم میشه ساین این شو. از پشتان ریکاوری نمبر نمیطلبه، نمبر موبایل زنی. اینا به نام چی؟ رامز هاشمی از جیمیلش ما شما چی شدیم؟ ساین این شدیم. خب رامز هاشمی را ناو هر اکانت که جور میکنیم سه ایمیل ادرس از خود چی میاد؟ کمپانی میاد. یعنی سه ایمیل ادرس از خود کمپانی بای دیفالت میاد. درست است؟ ما شما میخوایم به نام زمین چی جور کنیم؟ فیسبوک. برای فیسبوک جور کردن اول کدام قسمت میریم؟ یک قسمت ایره میگیم چی؟ ساین این ساین اوت. ایره میگیم ساین اوت و در تیپ ناو چی نشته میکنیم؟ facebook.com یا fb.com هر چی که نشته میکنین fb نشته کنین، کنترل انتر بازم فیسبوک باز میشه. یا www.facebook.com هم نشته کنین، هم سایت خود فیسبوک چی میشه باز میشه. حالا دیگه قسمت که میگه ساین این، اگر ایمیل ادرس قبلی داشتیم پورا داش آن میشیم دیگه. اگر دیگه جور کرده باشیم داخل فیسبوک، اگر داخل فیسبوک نه جور نکرده باشیم چی میگیم؟ ساین اپ. ساین اپ به معنی که ناو یوزر اکانت داخل چی جور میکنید داخل داخل فیسبوک. به نام چی؟ رامز. رامز و تخلص هاشمی باشه. هاشمی. دی قسمت نمبر موبایل تانه یا میتین یا خود ایمیل ادرس که جور کنیم به نام رامز هاشمی @gmail.com. @gmail.com مهم است، درست است؟ @gmail.com. امیر ریتایپ دوباره میره تایپ کنید. دی قسمت چی میگیم؟ کنترل وی. پاسورد میتونید نیو پاسورد هم بدید. او پاسوردتون جدا باشه از یه پاسوردش جدا باشه. و یک پاسورد میدیم. در کدام سال تولد شده اون بردیش برش انتخاب میدیم. در کدام روز و در کدام سال. سالش دیگه انتخاب میدیم. 16 سال است فرض مثال. اگر 16 سال است چی میگیره؟ 2000. خردترین صنف ما شما هستیم. 2000. خب میل است یا فیمیل؟ میگم میل. درست است جنسیتش. اگر فیمیل با معنی و میل با مذکر. این چی میگیم؟ ساین اپ. دیگه ساین اپ گفتین براتون چی میگم؟ میگه ایمیل ادرس کانفرم کو که براستی هم همین ایمیل ادرس از تو است یا نه؟ همون ایمیل ادرس که رامز داده بودیم. اینو چی میگیم؟ کانفرم ناو. کانفرم ناو به معنی که حالا تاییدش کن. خب عبدالتوا پاک میکنیم. اینو میگیم دن و پس همون اکانت چی را رامز برش اد میکنیم، به خاطر که به نام رامز موجود کردیم. دیگه چی نشون میگیم؟ رامز
هاشمی at gmail.com at gmail.com هم نداره میفهمم. خب اینو میگم next. پسوردش کدام چیزی که داره بدیم. اینو چی میگیم؟ حالا یک کمک ویت کنیم. خب اینو بگو اجازه دادن. صحیح؟ اینو چی میگه؟ اجازه دادن. با کلیک روی اجازه دادن و برنامه گوگل اجازه میدهید که از اطلاعات شما مطابق با شرایط خدمات و خونمون رو بخوانید دیگه. هر چی که اینو میگیم اجازه دادن. اینو پرمیشن میدی خود فیسبوک که شما یک اکانت از شما. حالا که گفتین چی نشته شد؟ Your account has been confirmed. You can now use all of your Facebook features and connect it with friends. یعنی اکانت شما چی شد؟ حالا اکانتتون اکتیو شد. اینو چی میگیم؟ اوکی. همین صفحه ناو که از فیسبوک باز میشه، اینا میره به نام خود چی یاد میکنه؟ اینا می صفحه فیسبوک است. همین صفحه رو به نام هوم پیج یاد میکنه. به نام چی؟ هوم پیج. بنیانگذار فیسبوک اینی مارک زینبرگ است. اینی نفر است. اینی شخص میبینید. کسی که فیسبوک رو جور کردن. درست است؟ دیگه قسمت رامز. این قسمت رو به نام پروفایل یاد میکنه. این قسمت رو به نام هوم پیج. همین صفحه که عمل داشت قرار دادیم. هوم پیج یعنی صفحه اصلی. فاین فرند توسط ازی میتونیم که فرند ها رو پیدا کنیم. میره به نام فاین فرند یاد میکنیم. فرند ریکوست به خاطر است که کس به شما پیشنهاد دوستی کنه بر شما میاد. و این قسمت مسیجایی که به شما به کس میکنید دیگه قسمت میاد نشان میده. هر بار اشخاص که مسیج میکنید دیگه قسمت میاد. و این به نام نوتیفیکیشن ایریا یاد میکنه. به نام چی؟ نوتیفیکیشن ایریا. دیگه قسمت اونم چیزایی به شما نشان میده و بالای کدام عکس کامنت داده باشه یا نظریه داشته باشید در کدام قسمت نوتیفیکیشن ایریا به شما نشان میده. صحیح؟ آپشنش عملی هر کمکش جدا میخوانیم. بر امروز اما قدر درس استاپ میکنیم و روز دیگه آپشنای مکمل همین سفر میخوانیم که عکس چه قسم در خود برآمد بانیم یا معلومات دیگر در خود و فایل چی کنیم رامز جور کنیم و همیشه ریکاردینگ چی میکنیم استاپ میکنیم و این ریکارد شما بخوانید کمتون بیاد بگیرین باز دیگر روز دیگه میکنیم.